وقتی آدم در یک محفل خوشی است، این مطلبش نداره که ما مثلا اینی کار کنم اینی کار نکنم، یا اینی رقم دانس کنم که ایش از خود میه، اینی رقم دانس نکنم که اویشی از یک دیگه. نه حبیب ناظری گفته که من از هرات جبرائیل ویدیوهای شما را دنبال میکنم. خیلی خیلی کار و برنامه هایتان عالی است. امیدوارم همیشه مثل همیشه و پر انرژی برنامه های آینده تان را شاهد باشیم. موفق باشید. بله. در بین آدم های خوب اگر یک دن آدم های بد هم نباشه، باز نمیشه آدم قدری آدم های خوب را بفهمم. پس بدی ها است تا ای که ما قدر خوبی ها را بفهمیم. درای عاشقی لول مخر آدم، درای عاشقی لول مخر آدم، قدر آسو سبک گل مخر آدم، در جای قند و نبات لازه لازه، در یاد رویش الکل مخر آدم. زنده باد. تشکر. شعر خیلی قشنگ از شوکت فروغ بود. سلام و وقت بخیر عزیزای دل. امیدوار هستم که از هر گوشه از دنیا که ما را تماشا منین وضعیت شما خوب باشه. دزی هوای یخی زمستانی حال دل شما گرم باشه دیگه. امیتر پالوی عزیز دل خوب باشین و دل شما خوش باشه دیگه. نوبت رو میدیم ده خانم فیاض که چی گفتنی ها داره. علیگو امرقم که وش کدین علی قد شعر شروع کرد، باز ما میگیم که باش ما اگودن شعر منجی پرتاو کنم. از طاهر هجرانه مگه که علی باچه اول نسوار خود توف کو، از او باچی بشین و خود خم پوف کو. تو نسواری را ایچ غیتم نمیگرم، نه عاشق شو نه ام بلده مزوف کو. بگونه تنز دیگه خیلی هم خوب شیه. خدا کنه نسواریا در دل نگره دیگه. امیدوارم در هر کجا که هستین دیگه دلچی مموت گرم و صمیمی و پرنیت خوب باشه. خیلی خوشحالیم که تا هنوزم زنده ای و در خدمت شما عزیزا هستیم دیگه. خدا کنه که روزگار شما رقم روزگار از ما واری بیرون نیخ و درون گرم باشه دیگه. امشب مناسبت از که ما آمده در ویدیو میخوای بگی که میخوایی که کامنت بخوانی. آره. کامنت های تبریکی از شما دوست داره که در او وقت که شما کامنت دادین ما جواب دیدن نتونستی. خیلی خیلی معذرت از امو خاطر کسته یالی یک دنه ویدیو جرمونی کامنت های تمام از شما عزیزا را میخوانی. کسایی که کامنت هایش مندک بازور بخیر در دیگه ویدیو ها میخوانی. باز بخیر. تشکر پیش از پیش از یک از شما که کامنت دادین، حمایت کردین و ای پیوند از ما را تبریک گفتین دیگه. مستقیم ما فکر منم که بریم طرفی کامنت خانی و خیلی خوشحال میشم که خانم فیاض اول نه کامنت را بخوانه. چطور؟ اوکی. بله. خب اول نه کامنت از ما از صفیه نوروزیه. از صفیه نوروزیه گفته که جانم هستین، زندگیتان همیشه مثل همین روزا بماند. سیده جان و علی لالا جان. Ever best couple in Brewery, the smallest couple of YouTube and Hazara Town. بسیار زیاد تشکر از پیام قشنگ تو دیگه. خیلی خوبه که انگیزه میدین آدم را دیگه. کامنت دومه علی میخوانه. امی که گفته the smallest couple of YouTube in Hazara Town نه؟ واقعی میشه بسیار انتر در نظر از من کیوت معلوم شد نه؟ خیلی قشنگ است. چطور؟ دیگه تشکر. چرا که smallest couple یعنی در نظر از مردم چه رقم باید نه که دو دنه زوستون ریزه ریزه درو
چی شده کپل جور شده نه اچر کردیم و تو قد خوب از ما از قد نرمال کست کم پخچیم از او خاطر اونگیم قد مهم نیه اخلاق مهمه اینجا هم دقیق این سل که دوم کامنت چیز نوشته کردن خیلی یک چیز جالب مگه که چی خوب شید دامدی بغندک استه گل مطول راستی از یاد من نره که ایره فوزیه علی کامنت ده دیگه این چیز روان ما پیشتر هم گفتم در کامنت اول که مربوطی چیز اج نبوده ما خیلی قبول کردم از وقت که ما متاسفانه قدیم کم ریزه منده ولی ما فکر منم که قد در حیثیت در شخصیتی یک انسان زیاد فرق نمونه فقط در ظاهر یک انسان چی داره تاثیر داره دیگه بریم طرفی کامنت دوم و سوم دیگه ایرم کسته سید گل میخوانه گفته که مرتضی امیری گفته خدا یارتان به خدا عشق خود رسیدی ما که از عشق خیر ندیدیم حتما آرسی نگده که خیر ندیده چرا که وقتی آدم ازدواج کنه دیگه تو بخوای نخوای عاشق از او آدمی که تو امرش ازدواج کده موشی بله دیگه بازم تشکر از کامنت تو خدا تو رم نگاه کنه و برسنه در یک عشق پاک و صمیمی که همیشه تو دوستش شه بله و دیگه ما کدام گفتنی ندارم چیزی که سید گل گفت اونو مرا ما هم تایید منم بریم به طرف کامنتی چهارم که کیه و از کجا و چی گفته تو میخوانی ما بخوانم بخوان ماجبین عباس گفته ماشاءالله مبارک باشه from Melbourne Australia I am so happy to see you both thank you so much ما هم خیلی خوشحال می شدیم که شما رو می دیدیم همراه شما گپ می زدیم و شما رو می شناختیم که اینقدر خوب آدم هستین که بلده از ما کامنت دیدین و عروسی از ما رو بلده ما تبریک گفتین و در زبان خودگوش بگیم که it means a lot to me and to my beautiful wife دیگه thank you so much keep watching our videos and that's it thank you so much you have anything to say No, thank you so much for watching us. Thank you. So let's بریم طرف کامنت پنجم و ببینیم که کی از کجا و چی گفته. ایش را کسته سعید میخوانه چرا که ما اینقدر انگلیش بلد نیم دیگه. انگلیش فارسی والا؟ نیه انگلیش فارسی والا. انگلیش فارسی والا یا؟ خوصه بود. سایره بطول گفته ماشالله evil eyes of both of you زیاد خوشنمایی معلوم موشین. Beautiful, bright and handsome groom. بس اره دیگه ویدیوشیم خوره جلدی اپلود کردین که از انتظار بخی که دیگه ویدیوشون ما یا در پاست آرسیشون ما سو پلیز جلدی اپلود کنین. تو جواب بدین و دستویه. خب عزیزم دیگه بخشش باشه که ما ارسای خانده نتونستم بچم که دو ساوش موننم نه ما اونجی میلم اره یک کس در انگلیسی نوشته لیکن فارسی گفته دیگه باز امزو دیگه بازم بسیار زیاد تشکر چشمای خودت مقبوله دیگه ویدیوهای ارسی تمامش تکمیل شد امیدوارم تمام شرطوخ کدشی دیگه دنیمشم خسته نشدشی. بله در این مورد کستم ما هم یک ریزه چیز میخواستم بگیم که عزیزای دل وقتی ما ویدیوهای عروسی را میشتیم
اما رقم که شما وش کردین بلیزو خیلی زیاد کار شده. ما خیلی جاها را مجبور شدیم که بلر کنیم تا ای که پرایویسی مردم را درونش داخل نشنیم و این چیز را کست به خاطر از این کار ما کم ذره وقت گرفت. ویدیوهای عروسی که ایدیت شونه دیگه خیلی آهنگا بوده که کپی رایت داشت، مجبور شدیم آهنگا رو دیلیت کنیم، در جای زو کست آهنگایی که از محفل خودگون ما بود اونا رو اید کنیم. به همین دلیل باز کمی وقت گرفت دیگه. او وقتا نتونستم شما معذرت خواهی کنم به خاطر از که ویدیوها دیر میماد، یالی از طرف خود از طرف سعید گل دیگه معذرت میخواییم و بعد از این کوشش منیم که زودتر ویدیوها را اپلود کنیم و زیادتر اکتیو باشیم در سوشل میدیا. بریم طرف کامنت ششم که کی از کجا و چی گفته. بله، نجیب الله حیدری یکی از برادرای خوبی از ما از اروپا مسیج کده، از اروپا کامنت دیده. گفته که سلام خانم سعیده و علی آقا، از همین راه دور منم از اروپا عروسیتان را تبریک میگم. انشالله که پای هم دیگر پیر شوید. زنده باشین آقای حیدری عزیز، جهانی سپاس. انشالله که خودتان هم خوب باشین و تشکر از اینکه ویدیوهای از ما را سیل منین، ویدیوهای عروسی از ما را سیل کردین، بلده از ما پیام تبریکی اشتین دیگه. خیلی سپاسگزار هستیم از این پیام قشنگ شما. اوکی، این قسمت است توی قسم بله انگلیش خوانده دیگه. اینالی تو مفاهمی و کارت دیگه. سکینه سحر آره سکینه سحر گفته الا تمامشون فول چای رسین بیخیکی امی هینا نایت را خراب کردن. آره تشکر به خدا، خیلی جای تحسینه که ما را تایر گفتین. آره دیگه نمیفهم که شما هم شاید از وطن باشین دیگه. اگه خودتو نباشی پدرتی، اگه پدرتو نباشه پدر کلانتیه. نه تایر کست فرق نمونه که یک بوده نه است نه خوب گمگو در بین آدمای خوب اگر یک دن آدمای بد هم نباشه باز نمیشه آدم قدری آدمای خوب را بفهمم. پس بدی ها است تا ای که ما قدر خوبی ها رو بفهمیم. وقتی آدم در سوشل میدیا آمد گپ میشنوه تا ایلی خیلی گپا رو شنیدیم، ولی شما خوبا، شما عزیزا، شما کسایی که کامنت های خوب میدین، شما کسایی که ما را حمایت منین، این قدرتی از شما است. این قدرتی است که شما از ما انتقال میدین و ما هر روز با انرژی تر، هر روز خوبتر از دیروز در روی صحنه ظاهر میشه و کامنت های منفی زیاد تاثیر نمونه بله از ما دیگه. خدا رو شکر امروز 9000 سابسکرایبر، یعنی ریزه گپ نیسته. 9000 نفر مورا توغ منه، 9000 نفر مورا فالو منه و بی بسیار جای خوشحالی است بلده از ما دیگه. اما رقم که گفتم وقتی بدی نباشه آدم قدر خوبی رو نمیفهمه. همین قدر. بریم طرف ویدیو میگم که کامنت هشتم. بله قسمت است تو دیگه. خب به خاطر از که یک چانس دیگه زیاد کامنت از تو خاص نبود، ما یک چانس دیگه میدیم که توی این دفعهش رو بخوانی. این خیلی کامنت قشنگه. حبیب ناظری گفته که من از هرات جبرائیل ویدیوهای شما را دنبال میکنم. خیلی کار و برنامه هایتان عالی است. امیدوارم همیشه
مثل همیشه و پر انرژی برنامه‌های آینده تان را شاهد باشیم. موفق باشید. بله. حبیب ناظری بسیار زیاد تشکر. در افغانستان گرچند که زیاد نیچ نیه ولی خیلی خیلی زیاد سپاسگزار هستیم که شما ویدیوهای از مرسل منین. دیگه خودش یک زحمته، بازم از راه دور خیلی بخشش باشه و بازم تشکر از اینکه ما رو حمایت منین و ویدیوهای از مرتوق نین. دیگه ما هم کوشش منیم که ویدیوهای خوبش بلده شما جور کنید تا ارزش دیدن را بلده شما دیشته شه. بله تشکر. من هم از طرف تشکری منم. زنده باشین. یک جهان تشکر. دیگه بریم طرف کامنت نهم. بله ای شما بخوان یا تو میخوانی؟ نه تو بخوانی. نه اوکی. جواد علی مرزایی. مامای دیگه جواد علی مرزایی کسی است که ما همراهش تقریبا 3 سال در آذربایجان هم متعاقب بودیم و خوشحال شدم که کامنتش را در ویدیوهای خود دیدم و امیدوار هستم که در هر جای که هستیم مامای خوب باشی، جور باشی. دیگه کامنت دیده که مبارک باشه یازدانی برو. رشید کنه دانس کدویشی نمانده. صبر ما با این ویدیویشی است تا بال پیشمه که دانس کده بود. باز هم مبارک باشه برو، کوی نکدی. یک رقم شده نه که خیلی خیلی زیاد نفرا جای من داد، ولی خدا را شکر وقتی خبر شدن دادن و ما را تنها نیشتدن از روز خوشی و مفهمم اگر شما اینجا بودین حتما میمادین. دیگه یک جرمانگی ما از طرف خود قرضدار هستم. وقتی کویت آمدین به خیر ما در خدمتیم. صحیح نه؟ دیگه تشکر بازم بسیار زیاد که قدر قشنگ کامنت ولدیز ما اشتین. بریم طرف کامنت 10 مشفکر کنم نه؟ 11 10 بله. خب بله این کامنت بخشی از خود دیه تو بخوانم. اسرین فیزه. سیده جان تو چرا سندل هیلز پوشیده؟ علی بیچاره فول ریزه معلوم میشه. باز امو گپ. خب ازا در شب خینه اگر مگن کالا از من خیلی دراز بود، یعنی که در تای پایم بخی کشل میشد. باز ما مجبورم بودم که باید سندل بلند بپوشم. یک دوم دیگه اگر ما سندل بپوشم نپوشم هیچ چیز را آدم تغییر دیدن نمیتونه. البته دوستای عزیز سیده که چه سندل بپوشه چه سندل نپوشه از ما که در بلنده دیگه چه زوره یالی در سر زویش چی کنیم و جنجال کنی که یا تو سندل بپوش نپوش. خب سیده هم در نورمال کسته هم از ما درازه نیم خدا مو برابره ما لا ریزه مثل از تو. نه تو متوجه نشتی؟ نه ما سر از تو ریزه. خدا تو خود خندازی اسم برابر نی بچگاه هر قدر که چیز باشه اونزو چیز میگه قچی پخش باشه لیکن اثر دخترک ده قچی بلند میشه. خدا خیلی خدایی میتره دیگه. خب برینگه سیل کنی کامنتی 11. ایش باش ما بخون نوبت از ما بود. خواسته اس علی شایدم ساحل باشه. ساحل علی شایدم صادق باشه. سجاد ساجید امی که گرد جمع موشین یکشم یک پایا میزنین یکشم دو پایدا مگر شما کرد هستین خدا شما مرگ بدیه. گپ در کجایی که وقتای ما مثلا یک مردم دیگه امو رسم و رواج یا کلچر از ما را
مثلا یا کالای آذرگیر ما بشه یا در رقم از ما دانس مونه، نه ما میگردیم خیلی خوشحال میشه. خوشحال چرا میشه؟ به خاطر از این که ما تنسته اون رسم و رواج و چیز را در مردم در دیگه انتقال بدی، نه؟ و این خیلی جای افتخار است. میگردیم خیلی وقتا میگردیم که انگریزا تمام کس کالای آذرگی پوشته. مثلا که چقدر آدم جای افتخار است که ما تنسته این رسم رواج خود مردم دنیا نشان بدی، نه؟ پس یک دانس کسته که ما از مردم بکنی چیز فرق مونه؟ هیچ فرق نمونه. و این بلده از اونا جای افتخار است که ما مثلا ما مردم آذره او رقم یک دانس مونی. و دوم دیگه وقتی آدم در یک محفل خوشی است این مطلبیش نداره که ما مثلا اینی کار کنم و اینی کار نکنم یا اینی رقم دانس کنم که ایش از خود میه، اینی رقم دانس نکنم که اویشی از یک دیگه، نه؟ این یک روز خوشیه، آدم هر رقم دل شد دانس میه، هیچ فرق نمونه. زیاد جدی نگیرین این چیزاره، خیلی ریزه ریزه گپای. خب بریم طرف کامنت 12. ایش را سیده گل میخوانه. خب اوکی. خب حیدر جوان گفته که سلام خانم سیده و علی آقا، از همین راه دور از مشهد مقدس ایران عروسیتان را تبریک میگویم. انشالله که کنار همدیگه با تولد فرزندان سالم و خوشگل 120 سال همگیتان به سلامتی و خوشی زندگی کنید و از بودن همدیگر واقعا لذت ببرید و هیچ وقت از همدیگر سیر نشوید. الهی آمین. دیگه جایش هم خیلی جای خوبیه دیگه. اگر کامنت از ما روشنین وقت زیارت مورین ما را هم دعا کن. بله. دیگه خیلی تشکر که ویدیوهای از ما رسیل مونین. دیگه شما چیز میگین؟ دیگه تشکر بسیار زیاد. فقط ما یک سوال ریزه دارم. 120 سال چرا؟ یعنی که اگر زندگی خوش بگذره 120 سال در پیش هیچ چیز نیه؟ نه چطور یک اماونتی مشخص رشته؟ خب یک چیز شاید باشه دیگه. یک تکیه، مطلب یک چیز هست دیگه. مثلا ما متوجه شه باز وقتا میگه که 100 سالش نی یا لو چینج شده از اینکه 1000 سالش نی مثلا. این مثل از امو چیزه. خب شاید همینطور یک چیز باشه. باشه صحیح است. بریم طرف کامنت چندم؟ 13. بله اوکی. اول ایر ما از سعیده گل میخوایم که بخونه یک کامنت اردویه و در اردو کست سعیده این خواندم تازه خواندم سلکو. گفته که گلیا کتنی صاف ستره ہے. آها بیشک. یعنی که کوچه هایشیم چقدر صافه. نه گفتم. بله. سه گفتم نه؟ از باز نگین که ما سرکوشیش ننمسل کن ما یاد گرفتم. بله دوستای عزیز، وقت شما در پاکستان وقت شما با این چیز رو متوجه میشین وقتی برین امی قوم از ما کسته امی هزاره های خودگون ما هزاره هایی که در کویته زندگی مونه واقعا یک مردم هایی هست خیلی صاف خیلی تمیز، واقعا جای افتخاره. حتی در مریاباد اگه بریم میگردنی که تمام جایش صاف منظم قشنگ تمام جایش. خب اینا امو از یک پنجابی پرسان کدد گفته شما چرا در منطقه هزارها زیاد مین؟ گفتد به خاطر از که هزارها از لحاظ پاکی خو نمبر 1 و دوم که اونا از بس محیط خو رو پاک نگانه مو فکر نه که مو در خارجم ده. یاد مثلا در پارک هم ده اون قدر خوبه خوب نگانه دیگه. واقعا سر از هزارها افتخار منیم. بله. کامنت آخری از ما یک دوست از ما هست در نام امیر پاینده. تا مصرف عروسیتان را نکشیدین از ما ویدیوها ادامه دارد تا 1 سال دیگه. بله
البته یک رقم است که یک قسم شدد که اگر ما مثلا ویدیو را یک دفعه میشتیم تقریبا یک و نیم ساعت تا 2 ساعت را کسته و چی داشتک مثلا اون موقع دیوریشن یک ویدیو بودک دیگه او را شما میششتین هیچ کس وقت نداره و قدر بیش پای تلویزیون یا موبایل دست کنه. امی 15 دقیقه 20 دقیقه ما فکر منم بهترین شیه، چرا که روزانه هم قدر که ما رو وقت بیدیم خیلی کلان گپه دیگه. از او زیاد اگر ما زیاد مزاحم از شما شونیم ما مفهمم که از کارهای پس ممنین و یه خوب گپ نیسته. از امو خاطر که ما او پارت کردم تا ای که هر روز مهمان خانه هایشون باشیم تا ای که یک روز باشیم. و تشکر از شما که خیلی 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 خوب استقبال کردین و ویدیوهای از ما را بسیار بسیار زیاد سیل کردن زیاد نفرا و خیلی خوب میشد که کلاگیش سابسکرایب هم میکردن ویدیوهای از ما را چینل از ما را دیگه. به هر صورت خیره گپی نیسته. همیالی هم وقته کسایی که سابسکرایب نکرده لطفا همیالی چینل را سابسکرایب کن و زنگوله فشار بدین که کامنت هم بدین لایک هم کنیم. بله دیگه کامنت هم بدین که باز بخیر در دیگه ویدیوها کامنت های شما رو بخوانی دیگه. این ویدیو هم خیلی زیاد شده ما میگردم 34 دقیقه شده تقریبا توش میدنی زمینجی دیگه. سعیده گل آخر نگه پای تو چطور است؟ از متوجه خود خوب باشین. هوا در پاکستان سرد شده و امیتر که سیل مونیم خبر را میشنویم اما در اروپا و مثلا کشورهای آسیا دیگه یخ شده متوجه باشین دیگه. خداحافظ، شما رو به الله پاک میسپارم تا ویدیوی دیگه از ما. بله تشکر از اینکه ویدیو رو هم تا این لحظه سیل کنین. بخین شما را خوش داره. بای بای.